زیرا شما ببینید در قصه ها میخوانیم وقتی حضرت امام ابو حنیفه میگه در یک معرکه داخل شد، یک نفر عالم بود، گویم خیلی خواندگی، از علم اسلام بسیار آگاهی داشت. میگه حضرت ابو حنیفه میگه در همون پایانه که معرکه نشست و که حضرت که دارای بسیار خاکساری و تقوا بود، میگه او آدم از بری بالا فقط و فقط یک سوال میداد: مرحمت، از چی مسئله که میپرسین مقصد من برای شما جواب میگم. از زمین میپرسی، از آسمان میپرسی، از دنیا میپرسی، از قیامت میپرسی، هر چی میپرسی پرسیدن گیر. گفتا بسیار بسیار مقصد خودش هوا بلند میگرفت. ولی در بسیاری از اهل علم برادر عزیز همین ناپسندی ها، همین خودش از دیگران برتر دانستن برادر عزیز وجود دارد که این هیچگاه دین ما، اسلام ما، شریعت ما از این گونه خصلت و از این گونه درد پشتیبانی نمیکنه. زیرا این پیامبر نازنین با همون مقام و مرتبهش میگه وقتی با کسی سلام میکرد، همین سلام میکرد، میگه دستش با پرگی در دستی او نابسته و از کدام کاتگوری آدم های، وای بای، وای کمبغل، وای دارا، وای بچه کی، برای حضرت پیامبر بان این فرق ندار. دستش میگه با پرگی در دستش میمون. میگه تا اگر همون آدم دستش نمیگرفت حضرت دستش دستی او نمیکشید. میگه پیامبر نازنین وقتی با همراهش کسی صحبت میکرد چشمش میگه ای چشم وای نمیکرد، چشم وای نگاه میکرد. ولی دیدین که بعضی وقت ما سلام کردن مونم بسیار ایتا ناخوشیم، پر دست مونم نمیتیم. اگر یک کس قطعی مونم گپ هم زند، اگر همی خصلت رزیله را داشته باشیم، ببینین روش نگاه هم نمیکنیم، اهمیت هم نمیتیم. با امروز تلفن برامای تلفن منقدی بازی کن میگیم وای بیچاره عرض دلش کردن میگیرد. ولی پیامبر نازنین میگه چشمش ای چشم وای نمیکن. میگه وقتی اگر کسی در گوش پیامبر میخواست که یگان سخنی را رسانه، پیامبر نمیموند که وای دهنش بیارد، حضرت گوش خودش میبرد وای در گوش پیامبر مقصد صحبتش میکردن. پیامبر با همین مقام و مرتبه رفتار حضرت ببینین، خصلت حضرت ببینین. بعد میگه او عالمی که در همون اکم معرکه بسیار آوازش بلند و بسیار دعوای عالمی داشت، ابو حنیفه میگه در قسم پایان بود، گشت و گفت حضرت گفت من یک سوال دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت همون مورچه‌ای که با حضرت سلیمان در قرآن میگذرد صحبت کردگی بود، همون مورچه ماده بود یا نر؟ میگه وقتی این عالم ای را شنید حیرت دمان. گفت من نمیدانم. خودت میدانی؟ گفت من خودم میدانم. گفت ماده بود یا نر؟ گفت ماده بود. گفت از کجا میدانی؟ گفت زیرا در قرآن و قالت نملة آمده است. برادر عزیز یک چیزی عادی گویم، وقتی که ماده هست، مثال اینا در روس‌ها هم هست، ژنسکای رود هست، موژسکای رود هست. این هم در گویم که همین زبان عربی هم البته این هست. وقتی که مثال قاله که آمد، یعنی مثال میگن قال عبدالکریم، مثال گفت عبدالکریم. ولی وقتی که اگر نامی گویم که زن گفت قالت میاد، یعنی در آخر یک تی مدوره داره، همون اشاره به سوی مقصد زن میکند که قالت زینب. همینجا قالت آمد از گفت، یعنی همون مورچه ماده بودن. بعد میگه وقتی این شنید یعنی خجالت دمان. حضرت امام ابو حنیفه گفت من به خاطر آن نگفتم که مقصد شما را در بین این مردم شما را در خجالت بانم، فقط بر این گفتم که یعنی این قدر تو جاغ نزن، این قدر خود از دیگرها برتر ندان. یعنی علم چیزی نیست که همش تو دانی. به این خاطر بین که مثال بعض قصه های را میارن که
تا بعضی آدمی که از روی علم داشتنش یکی مبادایی که مقصد خودش از دیگران خواهد برتر بداند، وقتی این قصه ها را دید، این حالت ها را دید، باید که خودش اصلاح کند. نفری هست برادرای عزیز، محمد متولی شعراوی، اولی من کتابش در کتابخانم دارم. این کس تولدهاش 1911 است، وفاتش 1998 است. این آدم برادرای عزیز اولی در همین گوگل هم یوتیوب هم اگر شعراوی نویسین بی‌نهایت موعظه های زیادی داره. بسیار واعظ مشهور بود. این وزیر اوقاف هم بود. یعنی در مصر تولدش در مصر هست. این آدم بگیم با اصطلاح امروزه یعنی همچون یک رهبری همون کمیته دین بودن، ولی بعدا این مقصد منصبش هم ترک کردن، زیرا گفتن از دعوت و از تعلیم و از همه ماندن. بسیار تصنیفات زیاد دارد، کتاب های بهت زیاد دارد، در باب معراج پیامبر، در باب توبه، در باب حسد، در باب حتی تفسیر قرآن دارد. با همین قدر بگیم مقام و منزلتش در مردم بسیار محبوبیت داشت. میگه مسجد در آمدم، مردم جمع شده بودن، موعظه کردم. میگه در دوام موعظه تمام مردم میگه در هیجان آمدن، گریه کردن. بعد وقتی میگه من پایان شدم از منبر، هر کدامی او میگه دستام بوسه میکردن، دستاشون در کتفام میمالیدن. بیرون شدم میگه راننده را گفتم مقصد هی کن ماشین. وقتی هی کرد میگه یگان ساعت میگه در یک گوشه ایستاده، گفت پس بگرد مسجد بریم. راننده شکایت کیسته میگه وقتی مسجد آوردم گفت تو در همین جا بیست، الها گفت حاضر من گشته میام. میگه خیلی وقتی زیاد در مسجد ایستاد. راستی میگه من خواطر شدم که حضرت مقصد یگان بیمار نشیده باشد، زیرا این بسیاری بد نمی ایستاد در مسجد. وقتی میام میگه کرتش بالا کرده است و در دستش میگه صابون و جارو، حاجتخانه مسجد تازه دارد. گفتم ای حضرت این چی کار شما میکنین؟ مقصد آخر این چیز شایسته شما نیست. گفت راستی وقتی که از همین داخل مسجد بیرون میشیدم در دلم بسیار یک همین هوا بلندی پیدا شد که شعراوی تو مقصد به یک مقام رسیده که بین مردم دستی تو را میبوسن، مردم مقصد دستهای تو را زیارت میکنن. خب خواستم که یعنی خودم بر نفس معرفی کنم که یعنی من کیستم. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، با علم خدا داد است بسیار نعمت بلنده. البته اینم یک عطای خدا، هر کس خدا علم نمیده، لیکن با علم ها باید که هیچ وقت ما مقصد دغدغه و دبدبه و سوء استفاده و خودمان از دیگران برتر ندانیم. زیرا در کجا یک عالمی که اگر به شرط تکبر باشد او را یقین دانه که در او مردم محبوبیت ندارند، مردم باید دوست نمیدارند، زیرا او را خدا دوست نمیدارند، زیرا او را پیامبر دوست نمیدارند. از این لحاظ مردم هم هیچگاه او را دوست نمیدارند. همچنان مالداری هم برادرای عزیز دل ما را نبرند. باید هر یک آدم مالدار دو چیز فراموش نکنه. یکم داند مالی که خدا او را داده است، مالی که او را خدا داده است، یکمش که برای امتحان داده است. کنی از عهده مالی که من میتونم برآمده میتوند یا نه؟ کنی مقصد با همین مال دادگی من همین بنده چیکار میکنه؟ این کدام را انتخاب میکنه؟ میگه هر یک آدمی ثروتمند انا میگه دو چیز فراموش نکن. یکمش که خداوند مال برای امتحان میتد، دوم مال در دست تو دائمی نیست. شیخ سعدی میگه به دولت مناز و به مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. همین است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. دنیا را برادر عزیز قاعده شمینه. به مالداری 4 تنگه را پیدا میکنی ناپسند میشه، به هر یک کارهای بدبختی دست میزنی، نفرهایی که با تو همنشین بودن همش ترک میکنی، یا دیگر آفتها را به سر مردم میاری. یک زمان خدا با
تیانده هم که باشه با گیرنده است، همون مال میگیره ای دستت، بعدا روی همین مردم در چه نگاه میکنی؟ چی میشه حالت بعد؟ یا اینکه برادران عزیز سیوم چیزش قدرت بود. قدرت هم این است، امکانیتی که پیدا میکنین، شرایطی که پیدا میکنین، این برای اون نیست که شما در همون یک چیزی که موقت در دستانه با این شما فقط و فقط کارتان همین مسخره کردن باشد، ناپسندی باشد یا دغدغه و دبدبه باشد. اینها را شما غنیمت بشمارید تا که پگاه اگر یکی مبادای ای سر همین قدرت هم که رفتی با یک آدم بگه هزار رحمت که این مردک در اما حالت همین مقصد خیستتاش همین رفتاراش بود یا موردی هم بگه خدا رحمتش کنم. یا بسیاری آدم با عبادتش، مثال من حافظ قرآنم یا من حافظ حدیثم یا من تفسیر مثال از یاد میدانم یا اینکه من در بین مردم همه در واعظی زورم. برادرها این هم ارزشی او را ندارد که ما با عبادتمان خدامان از دیگرها برتر بدانیم. خدا رحمت کنه سفیان ثوری را، میگه وقتی آمد خانهش پر از شاگرداش بود، میگه کرسی در بالا ماندگی بود، وای درس میگو، وای صاحبی بگه مذهب سفیان ثوری هم او را امیر مؤمنان در حدیث میگفتن. لیکن ببینید که با عبادتش افتخار نمیکرد، آمد نشست و گفت برادرای عزیز، شاگردای عزیز، شما نگویید که من از شما در بهتر و برترم. اگر همین حاضر عمر فاروق زنده شود، حضرت عمر بیاید و مرا در همین صدر مجلس بیند و شما را در همین پایان مرا شلاق میزند که تو ارزشی اینا نداری. اگرچه ارزش داشت ولی ببینید چقدر پس میزند که تا که مقصد با عبادت منبع دیگرها هم پیروی از من کنن، یعنی هیچ وقت افتخار و دغدغه و دبدبه نکنن. برادر پنجم چیزش نسبه، نسب هم همینه. اینا سبب ها و عامل هایی بدن برادر عزیز که یعنی چیکار میکنه در انسان کبر پیدا میکنن.